سلام به شما دخترهای جنده و پسرای جنده تر از دخترا. کستتون گشاد و کیرتون دراز. من سارا کیوتی هستم. چند تا سارا کیوتی هست؟ من کستوتر و باحالترینشون هستم. براتون خبر دارم. یک خبر. اینکه دستهایی در کار است تا دخترایی که همیشه مفت و مجانی کس خیرات می‌کردن رو پولکی کنه. این توسط وزارت جاسوسی و کسکیش‌ها و قوادهای حکومت اسلامی طراحی شده است. حزب الهی دشمن لذت و مهربونی است. 50 سال گشت ارشاد در خیابان و پارتی‌ها با کمک این کسکیش‌ها و قوادها مزاحم زنان جنده و روسپی می‌شود. اما این حزب اللهی‌ها کور خوندن و دارن روند را ضد مردمی می‌کنند. آها، ولی فقط این نیست که اومدن قیمت کستکون دخترها رو 10-20 برابر قیمت واقعی اعلام و پیش پرداخت می‌گیرن. 50,000 تومان تا 10 میلیون تومان پیش پرداخت میگیرن، ولی کستکون نمیدن، بلکه آدرسی نیست در جهان میدن یا اینکه به مکان پسره نمیرن. ماساژ و صیغه و رابطه و دیتینگ و هوک آپ همه اینها شده بورس کلاهبرداری و دزدی و آشغالبازی. میخوان جلوه‌ای بدن که زنان ایرانی زنانی پول دوست و طماع و ضد شهوت و ضد سکس و ضد عشق و ضد مهربونی هستند. میخواهند جنده ها و روسپی ها را پول دوست و بدزاد نشان بدهند. ماساژ و صیغه و رابطه و دیتینگ و هوک آپ همه اینها شده بورس کلاهبرداری و دزدی و آشغالبازی. میخوان جلوه بدن که زنان ایرانی زنانی پول دوست و طماع و ضد شهوت و ضد سکس و ضد عشق و ضد مهربونی هستند. میخوان جنده ها و روسپی ها را پول دوست و بدزاد نشون بدن. برخی زنان سکسی و صیغه‌ای و جنده که کارشون کلاهبرداری و زورگیری و هوچیگری بوده و وردست گشت ارشاد و وردست امر به معروف و وردست سپاه پاسداران و واجا بودن، اسم خودشون رو خاله گذاشتن و واسطه سکس از نوع کلاهبرداری و دزدی و اعزام زنان حزب اللهی و دزد و اوباش شدن. نه آقای حزب اللهی، کور خوندی. ما زنان جنده و مردان جنده مراممون مهربونی دادن و لذت دادنه و مثل زنان افغانی و عرب نیستیم که ضد لذت و ضد مهربونی باشیم. به هر پسر غریبه یا آشنا که کسکون میدیم با مهربونی و رمانتیک و شهوتی و با عشوه جوری کس میدیم که پسره 1 متر کیرش راست کنه بکنه تو کس گوشتیمون، 1 لیوان آب کیر بریزه تو کاندومش و خودش بیهوش رشه و ما دخترای جنده از لذت جیغ میزنیم و ارگاسم میشیم. مژده بدم که حکومت اسلامی سرنگونه و حکومت بعدی حکومت آزادی جنده هاست. زنان مهربون در جنده خونه ها از شما مردان مهربون و کیر کلفت پذیرایی میکنند و همه چیز از جمله کیر و کس و کون مفت و ارزون برای همه خواهد بود. در ضمن مژده بدم که حکومت اسلامی سرنگونه و حکومت بعدی حکومت آزادی جنده هاست. زنان مهربون در جنده خونه ها از شما مردان مهربون و کیر کلفت پذیرایی می کنند و همه چیز از جمله کیر و کوس و کون مفت و ارزون برای همه خواهد بود. در ضمن ما به پسرای کوس کننده و کیر دراز و کیر کلفت چی میگیم؟ میگیم پسرای جنده. جنده معرب ژنده است و ژنده تلفظ قدیمی زنده است. ما اگه اهل رقص و آواز و سکس که این 3 جندگی یا ژندگی است نبودیم، مثل شما مسلمون ها زامبی و ضد لذت بودیم. درود بر جنده ها و روسپی ها. روسپی یعنی زنان کارگر جنسی، همانا روسپیدان روز قیامت هستند، چون مردان را شاد و خوشحال کردند. سلام به شما دخترهای